با سلام و درود به کاربران کاسبی. امروز اومدیم با آموزش ساخت مود برای بازی جنگ‌های صلیبی یک. این نرم افزار رو میذارم توی چنل تلگرامم، توی اونجا میتونید دانلود. خب وارد نرم افزار میشیم، آنتی ویروستون رو قبل خاموش کنید. شما اینا رو ندارید، شما این قسمت رو ندارید که باید خب اول از این که اضافه کنید، یعنی فایل های بازیتون رو اضافه کنید. این قسمت این گزینه رو فعال میکنید. بعد گزینه اول اینجا، یعنی این گزینه اول برای اینه که مثلا شما چیزایی که میخواید ذخیره کنید تو کجا بره، تو کدوم فایل بره. حالا من گذاشتم اینجا کوشش، نه اینجا یه فایل درست میکنید. حالا هر جا که میخواید مثلا موداتون رو ذخیره کردید یا چیزایی که میخواید ویرایش کنید و اونجا مثلا ذخیره کنید. خب گزینه دوم که مهمترینه، باید فایل های بازی اضافه کنیم. وارد اون جایی میشیم که بازی رو نصب کردیم. اگرم نمیدونید فایل های بازی کجاست، روی آیکون خود گیم کلیک راست کنید، گزینه دوم اوپن فایل لوکیشن رو بزنید و اینم که محل نصب بازیه. خب اینجا این قسمت درایوسی، اینجا خب ما فعلا با این دوتا گزینه کار داریم برای پارت یک، این و این. اینو اضافه میکنم، اینو اضافه میکنم اول. این که اضافه شد، اون یکی هنوز اضافه نکردیم. وارد قسمت آپشن میشیم، اون قسمت فایل همونجوری که بازی رو نصب کردیم. حالا گزینه دومی هم اد میکنیم. بله حالا اضافه شد. خب مثلا این قسمت برای چیه؟ اینجا ما مثلا تمامی چیزهایی که تو بازی هست رو داریم. پرچم بگیرید تا نمیدونم سربازو و همه چی، هر چیزی که بخواید تغییر بدید اینجا هست. زمین، درخت، همه چی. و یه چیزی هم بگم که این آموزش برای اولین بار توی ایران ضبط شده توسط ما توی کل کامیونیتی. خب اینجا مثلا میتونید اینا رو تغییر بدید، همه رو تغییر بدید. حالا بهتون میگم چجوری. ما میخوایم مثلا این دیوارا رو تغییر بدیم، به یه ظاهری حالا در بیاریم. خب نیاز به نرم افزار فتوشاپ داریم. اول قسمت ادیت اینجا استخراج میکنیم این فایل ها، اینو میزنیم گزینه اول. خب دقت کنید اون جایی که یعنی این قسمت، خب انتخاب کردیم که مثلا کجا بریزه فایل هایی که میخوایم. دقت کنید من گفتم. خب الان برای من اینجا ذخیره کرد. یکی اینجوری میگیرم ازش، یکی هم دوباره قسمت ادیت، دوباره یه دونه اینجوری میگیرم ازش که یه همچین فایلی بهم بده. چون من الان سریعتر میخوام اوکیش کنم، این یکی استفاده میکنم. حالا این میخواید دقت بالایی بذارید، این استفاده کنید. خب حالا اینو وارد نرم افزار فتوشاپ میکنیم. نرم افزار فتوشاپ باز میکنم. خب یه توضیح بدم. حالا اینجا من اینو اوکی کردم، اول توضیح بدم تو متوجه بشیم. خب قسمت حالا براش نه فعلا، بذار سریعتر کار پیش بره. خب این قسمت رو کپی میکنم، اینو
شما میتونید مثلا به جایی که اینجوری کنید عکس بذارید یا مثلا ریز کاری کنید که گرافیکشو برید بالا. حالا سری اینجوری می‌کنم که فقط بدونید که چجوری میشه مود ساخت برای این بازی. خب اینو اوکی کردیم. اینجا کنترل اس میزنیم. فرمتش پی ان جی باشه حتما. سیو هم میزنیم. اوکی میزنیم. خب اینجا از اسم این یه کپی میگیریم اول. این حواستون باشه. میایم دوباره داخل این نرم افزاره اینجا. آره دیگه این قسمت نباشه. این قسمت ما وارد می‌کنیم. خب بعد شما وقتی برای اولین بار که بخواید وارد کنید یا حتی بذار این گزینه اول بزنید فعلا. گزینه اول بزنید. این قسمت سیو شما همون اسمی که کپی کردید رو پیست کنید اینجا. پیست کردید اینا رو اینجا بفرستید یا نفرستید فرق نداره، ولی بفرستید. خب برای اولین بار که شما این کارو کردید توی قسمت فایل این گزینه براتون فعال میشه که یعنی جایگزینی. این گزینه براتون فعال میشه چون من قبل این کارو کردم. دیگه به طور اتوماتیک این کارو می‌کنه. چون یه بار روش بزنید که اوکی می‌کنه همین چیز. خب رفرش حالا وارد بازی میشیم. یه تست بگیریم. بله می‌بینید که الان اوکی شد. حالا بهتون میگم وقتی اینو وقتی میکشیم دیوارا مثلا اینجوری نشه. حالا سنگ هم نریم. دیوارا مثلا همون اول اینجوری نشون داده نشه. اینا همه رو میشه تغییر داد. همه رو میشه تغییر. خب دقت کنید مثلا چی ما الان تغییر بدیم. اینا که سربازاست. اینا رو حالا باید حرفه‌ای باشین، با نرم افزارهای تیری آشنا باشین. دقت کنید اینا رو وقتی مثلا بخواید الان تغییر بدید برید تو بازی نمیشه. یعنی رنگشون خود به خود صورتی میشه. یا حالا یه رنگ دیگه. اینا رو باید وارد نرم افزارهای تیری کنید. حالا بهتون میگم. پارت بعدی بتونم آموزششو میدم. خب حالا مثلا یه چیز دیگه می‌خوایم تغییر بدیم. اینم که اینا رو دیدید دیگه. اینا مثلا زنگ نمیدن. خب اونجا که گفتم وقتی میکشید دیوارا رو وقتی دیوارا رو میکشید اولش مثلا مثل حالت اوله اینا رو باید تغییر بدید. این قسمت اینا رو باید تغییر بدید. اینا رو حالا مثلا آبی کنید یا اون عکسی که یا هم کاری که رو دیوار کرده رو اینا هم باید بکنید. اینا نه فقط خب اینم که خونه ها حالا مثلا ببین خونه ها رو تغییر بدید. خب میام قسمت ادیت این قسمت اینو میزنیم برام اوکی کرد. اینو وارد نرم افزار فتوشاپ می‌کنیم. البته یه چیز دیگه هم بهتون بگم. یه لحظه اینجا من قسمت ادیت یه استخراج اینجوری هم بگیریم ازش. اینجوری راحت‌تر اینجوری بهتره. خب اگه تکی یعنی خب اگه تکی می‌خواید ویراج کنید این گزینه رو بزنید. اگه می‌خواید مثلا همه اینا با هم باشه توی عکس اینو بزنید. خب همونجوری که گفتم میایم این قسمت. خب حالا اینجا ما یکی این خونه‌ها رو انتخاب می‌کنیم. چی رو انتخاب کنیم؟ مثلا اینو مثلا انتخاب می‌کنیم. با کنترل و آلت اینو زوم می‌کنیم. شما می‌تونید مثلا اینو روی لایه اصلی کلیک می‌کنیم. شما می‌تونید مثلا اینو تغییر بدید. رنگش رو عوض کنید. مثلا چیزای فقط دقت کنید که عینا نزنه. رنگ خطوطی خودش هست مثلا. می‌تونید خیلی چیزا اضافه کنید. مثلا من بیام این قسمت مثلا نشه کوروش بزرگو بزنم به این خونه‌ها. خب قسمت سلکت سابجکت سلکت نمی‌خوام دقیق باشه زیاد. همینجوری سریع فعلا پیش برید. خودم قدیم 2-3 سال پیش مود می‌ساختم برای این بازی. حوصله‌ام نکشید البته. اون موقع که ما می‌ساختیم هیچ یادت نمیاد. گفتم آموزشش هم بذارم اون که می‌خواد یاد بگیره یاد. خب مثلا حالا اینجوری دقت کن. حالا کارهای قشنگی میشه کرد. من فعلا دارم اینجوری می‌ذارم. چجوری این کار کردم؟ با کنترل و آلت بچه کروشو اینجا چسبونم. خب اینجا وقتی یه لایه جدید باز شده. خب من اینجا مثلا سایز بیراشمو تغییر میدم. مثلا من می‌خوام بالای این خونم مثلا یه چیز اضافه کنم یا مثلا می‌خوام قرمز باشه. می‌خوام بالای این خونم قرمز باشه. شد اینجا مثلا قرمز باشه. خب اینجا ما یه کنترل اس می‌زنیم. توی کدوم قسمت سیو کرده بودیم؟ وارد همونجا میشیم که آره اینجا بود فکر کنم. اینو فرمت پی ان جی تغییر میدیم. همینجا به همین اس باید باشه که جایگزین خودش بشه. اینو سیوش می‌کنیم. اوکی هم می‌زنیم. وارد همین نرم افزار میشیم. قسمت ادیت ایمپورتش می‌کنیم. اینو بزنم. ما فکر می‌کنم که ذخیره نکردم. چرا یادم ذخیره است من چرا رو نیاورد؟ که اوکی اوکی آها خب یه لحظه یادم رفت اصلا حواسم پرت. اینو باید بزنید شما این گزینه رو. اینو می‌زنید. خب آره. خب اینجا اسمش چیه؟ این یکیشه اینم دوشه. خب اینجا سیو ازش باید می‌کنیم. من میگم یه چند سالی از کار نکردم با این یادم رفت. خب اینو دیدید میایم اینجا قسمت اضافهش کنیم.
خب آها، اینجا گزینه جایگزینیش برای ما اومد. خب اینو جایگزین کردیم و الان باید وارد بازیمون بشیم. برای ما Reach Simon. The desert awaits you. Your popularity is fallen on first at Airlord. We are under attack. آها دقت کنید. خب دقت کنید اینجا برای ما اینو درست کرد. اینجا ممکنه چه باز ببینم سنگ ولی درست البته. بله این که تغییراتی که بهش دادیم اوکی کرده برام. نمیخوام. این پارت 1 بود. پارتای بعدی بهتون آموزش میدم که مثلا ویدیوهای داخل بازی رو تغییر بدید. میدونم دیگه. حالا آموزشای پیدا. هوش مصنوعی بازی اوکی تر کنید و دیگه براتون بگم. خیلی کارای دیگه. یه چیز مهم دیگه هم بگم که اولین آموزش دهنده توی کل ایران فعلا ما. خیلی هم گفتن مثلا نیاز به برنامه‌نویسی داره و اینا، نه اصلا نیاز به برنامه‌نویسی نداره. حالا بهتون میگم رسیدیم به پارت بعدی میتونید یه نرم افزاری درست کنید که مثلا مدل روش اوکی کنید. وقتی طرف به دلخواهی انتخاب کنه، وقتی خواست مثلا مود براش وارد نرم افزار بشه کلیک کنه آقا من این مود مثلا میخوام براش فعال بشه. خب اینجا ما